دعوت میکنم از جناب آقای دکتر تانر کاماجی تشریف بیارن تا بقیه رو عرض بکنم. آقای دکتر بفرمایید با تشویق شما. از کشور ترکیه جناب آقای دکتر تانر کاماجی، جراح اطفال که میهمان برنامه محفل هستند. دلیل حضور آقای دکتر رو عرض میکنم. اجازه بدین یه سلام علیکی بکنن. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sefalar getirdiniz. Hoş buldum. فکر کنم همین دو سه جمله رو برید. آره به همینو میگه. همینو میگه. اگه شما هر روز سلام علیکم از ترکیه اومده، از مالزی اومده، از اندونزی اومده، همینو میگه. عرض کنم که آقای دکتر تانر کاماجی یک اتفاقی رو رقم زدند با مرور دوباره سوگندنامه پزشکیشون و بازگشت به تعهد پزشکیشون. مدتی رو به غزه رفتند برای رسیدگی به فرزندان اون سرزمین. اجازه بدین که من شروع قصه رو از زبان خودشون بشنوم، اگر مترجم عزیزمون برامون توضیح بدن. اند içerim ki به عنوان یک پزشک سوگند میخورم که تمام عمر خود را وقف خدمت به بشریت میکنم. سلامتی بیمارانم را همیشه اولویت خودم قرار خواهم داد. همیشه به سلامت و کرامت بیمارانم احترام خواهم گذاشت. هرگز اجازه نخواهم داد که هیچ گونه تفاوت سنی، ناتوانی، اعتقاد، قومیت، جنسیت، ملیت، گرایشات سیاسی و یا هر ویژگی دیگری بین وظیفه حرفه‌ای من و بیمارم قرار گیرد. سوگند می‌خورم که حتی اگر جانم در خطر باشد، از دانش پزشکی خود برای نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی استفاده نخواهم کرد. yemin ederim. آفرین. ماشاءالله. این جملاتی که براتون خوندم جملاتی بودند از سوگندنامه پزشکی وقتی که یک پزشک میخواد کار خودش رو شروع کنه بر زبونش جاری میشه. bazı cümleler. Gazze'deki savaşın başından از beri ابتدای شروع جنگ غزه من هم از طریق تلویزیون، فضای مجازی شاهد صحنه‌های جنگ بودم و میدیدم که چه ظلم‌هایی علیه کودکان و زنان غزه‌ای داره اعمال میشه. با دیدن تمامی این صحنه‌ها سوگندنامه پزشکی تو ذهنم مرور میشد و گفتم که باید به این سوگندنامه پایبند باشم. bana oraya gitmem gerektiğini hatırlattı. Bu yeminime sadık. با پایبند بودن به سوگندی که خوردم این خطر رو به جون خریدم و به منطقه جنگی رفتم تا به کودکان غزه کمک کنم. این جنگی که الان ما شاهد هستیم با جنگ‌هایی که دیدیم، حالا از مستندها دیدیم، از نزدیک دیدیم، از دور دیدیم، از فیلم‌ها دیدیم، چیه این تفاوت این جنگ با جنگ‌های دیگه در جهان چه فرقی داره؟ یکی از تفاوت‌های بارز این جنگ با دیگر جنگ‌هایی که ما دیدیم اینه که هیچ وقت ارتش علیه مردم عادی بمباران یا آتشبارانی انجام نمیده. سیویل halkı bombalamaz. پزشکا، بیمارستان‌ها مورد هدف قرار نمیگیرن. مدارس، مکان‌های مذهبی و عبادی هم دارای مسئولیت جنگی هستن. خبرنگاران هم همینطور. Bombalamaz. تمامی این مواردی که ازشون صحبت کردم طبق قوانین حقوق بین الملل دارای مسئولیت جنگی هستند، اما متاسفانه اسرائیل علیرغم وجود این قانون آنچه که نباید رو انجام داد. بیمارستان‌ها، مساجد و مدارس رو بمبارون کرد و بچه‌های زیادی رو کشت. من این سوالو دارم که بمبارون میکردن بچه کشته میشد یا از قصد بچه میکشتن؟ این سوالیه. Şimdi sürekli از اونجایی که بیشتر از نصف جمعیت فلسطین رو بچه‌ها تشکیل میدن و ارتش اسرائیل هم به طور مداوم ساختمان‌های مسکونی رو تخریب میکنه، dolayısıyla direkt sivil alanları bombaladıkları میشه için گفت عمدن این مکان‌هایی که انسان‌های عادی توشون رفت آمد دارن رو هدف قرار میده تا بچه‌ها کشته بشن و به نوعی یه نسل کشی محسوب. direkt çocukları da öldürmek istiyorlar. خب من یه سوال بکنم. ماه مبارک رمضان هم اونجا بودن؟ Evet. Geçen sene Ramazan ayında oradaydım. nasıl؟
ماه رمضان علیرغم اینکه خب به هر حال منطقه جنگی بوده و همه توی شرایط سختی هستند ولی معنویت بالایی داشت. aslında maneviyat yüklü olarak geçiyordu orada. مردم با اینکه حتی نونی برای خوردن توی وقت افطار و سحر پیدا نمی‌کردن ولی همچنان روزه می‌گرفتند. halde herkes orucunu tutuyordu. ve yatsı ezanından و بعد اذان مغرب تا اذان صبح توی خیابون‌ها ما صدای پخش قرآن رو می‌شنیدیم. Kur'an sesi veriliyordu. Ama şunu söyleyeyim اینم ki بهتون بگم درستی که گاهی شاید نونی واسه خوردن پیدا نمی‌کردن ولی اگر هم پیدا می‌کردن باز هم نمیتونستن با خیال راحت اونو بخورن. bunu gönül rahatlığıyla yiyemiyorlardı. Biz ما از اونجایی که به طور دائم توی بیمارستان‌ها مشغول بیماران بودیم و زمان رو از دست میدادیم با شروع بمباران‌ها متوجه می‌شدیم که وقت افطار یا سحر شد. biz iftar ya da sahurun yaklaştığını anlıyorduk. Özellikle iftar ve sahurdan مخصوصا این بمباران‌ها از نیم ساعت قبل از افطار شروع می‌شد و تا 1 ساعت الی 2 ساعت بعد از افطار و سحر هم ادامه داشت. sürekli bombalama devam ediyor. و ما هم یاد گرفته بودیم که وقتی صدای بمب‌ها رو میشنویم وقت افطار یا سحر هستش. سریع افطار خودمون رو می‌خوردیم و نمازمون رو می‌خوندیم و خودمون رو به سرعت به بیمارستان می‌رسوندیم و منتظر انتقال مجروحینی که قرار بود به بیمارستان بیان بودیم. یه مقداری عکس و ویدیو آقای دکتر تانر با خودش از سفر غزه برای ما آورده. اجازه بدین اول این عکس‌ها رو با هم ببینیم. بچه‌ها عکس‌ها رو پخش کنیم. وقتی که غزه بودم ویدیوها و تصاویری رو ثبت کردم که با خودم آوردم تا نشون بدم. بعضی‌ها رو توی فضای مجازی به اشتراک گذاشتم و بعضی‌ها رو برای اولین بار اینجا دارم نشون میدم. این تصویر بچه‌ای هستش که در اثر بمباران سر و صورتش سوخته. الان ما داریم حال بهبود یافته‌اش رو می‌بینیم و اوضاع خیلی بدتر از این بود. این فیلمی هم که می‌بینیم یکی از اتاق‌های بیمارستان هستش که در واقع بیمار دیگه روی تختش نیست و از تختش دارن برای نون پختن استفاده می‌کنن. با همه این مشکلات مردم همچنان تلاش می‌کنن که شاد باشن. خب آقای دکتر تانر، عرض کنم آقای رسالت، حالا از لحظاتی که تو منطقه حضور داشتن خب بخشش به وسیله این تصاویر و عکس‌ها ثبت شده، ولی من میدونم قطعاً لحظاتی هم بوده چیزهایی رو دیدن که ثبت نشده. اونا رو میشه برای ما کمی بیشتر بازش کنن، بازگو کنن؟ بله درسته، همه چیز رو نتونستم ضبط کنم ولی لحظاتی بودن که خود من رو خیلی تحت تاثیر قرار دادن و میخوام اونا رو با شما به اشتراک بذارم. یه بچه 14-15 ساله بود که بر اثر بمباران پاش آسیب جدی دیده بود. به اورژانس بیمارستان انتقال داده شده بود و ما داشتیم پاش رو پانسمان می‌کردیم. Bacağındaki yara lokal anesteziyle dikiş yapılıyor. اون بچه خیلی دردش اومده بود در حین بخیه زدن و به دکتر گفتش که آقای دکتر من خیلی دردم میاد، اگه میشه اینقدر منو اذیت نکنید. در واقع این یه خواسته خیلی نرماله و دکترها میگن که باشه، بی‌حسی بیشتری بهش تزریق میکنن و بخیه زدن رو ادامه میدن. توی اون لحظه پسر بچه سر خودش رو به سمت دیگه‌ای برمیگردونه و زیر لب چیزهایی رو زمزمه میکنه. فکر میکنید اون پسر بچه داشت اون لحظه چیا میگفت؟ میگفت خدایا از اینکه از غیر تو چیزی طلب کردم منو ببخش. اون بچه با اینکه 13-14 سالش بود ولی حرفش تو اون لحظه خیلی عارفانه است. داستان دیگه‌ای که میخوام بگم اینه که در حین جنگ ساختمونی بودش که فقط توی اون زنها و بچه‌ها پناه گرفته بودن. همه خونه هایی که توی اون اطراف بودن توی فاصله 5 دقیقه‌ای همه بمبارون شده بودن. اونا با خودشون فکر میکردن که 5 دقیقه دیگه نوبت ساختمون ماست که بمبارون بشه. توی اون لحظه یک دختر بچه 15 ساله دست خودش رو بالا میبره و این چنین گفتگویی با خدای خودش میکنه. میگه که خدایا قرار جون منو اینطوری بگیری؟ من هنوز به خاطر تو هیچ کاری انجام ندادم.
یعنی این دختر بچه از مرگ و شهادت نمیترسه. از این میترسه که با چه درجه‌ای پیش خدای خودش میره. الله اکبر. آقا دانشگاه معرفت اونجا. تانر عزیز، شما اوج رذالت رژیم صهیونیستی رو در کجا دیدید؟ من اوج رذالت رژیم صهیونیستی رو اونجایی دیدم که وقتی برای اولین بار وارد غزه شدم و اولین عمل جراحی خودم رو انجام دادم. بچه‌ای بودش که از دور در حین بازی مورد هدف تک تیرانداز قرار گرفته بود. یعنی بچه‌ای که توی کوچه داره بازی میکنه چه خطری برای شما میتونه داشته باشه؟ این بچه چه تهدیدی میتونه برای اسرائیل باشه که توسط تک تیرانداز هنگام بازی باید مورد هدف قرار بگیره؟ İsrail'in yine sürekli از اونجایی که اسرائیل دائما در حال بمباران بود، بیشترین مجروحینی که برای ما می آوردن بچه ها بودن. اون چیزی که ما فهمیدیم ظاهراً اصلا اونجا بچه های یتیم نمیشن، هدف خود بچه ها. بله. لعنت الله علیه. çocuklar یعنی این همه بمباران انجام میشه، این همه قتل عام و نسل کشی انجام میشه. در مقایسه با آمار کشته شده هایی که ما داریم، تعداد این بچه ها خیلی زیاده و توی جنگ غزه بچه ها هستن که بیشتر شهید میشن و در واقع هیچ شانسی برای یتیم شدن ندارن، چون که بچه ها هستن که بیشتر مورد هدف قرار میگیرن. katliamın bu kadar çok این که تعداد قتل عام ها بالاست و تعداد یتیم ها اینقدر کمه میدونید چیه؟ çünkü en çok çocuklar öldü. بچه هان که طعم شهادت رو میچشن حتی قبل از پدر مادرای خودشون. هذا سلام فلم السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود لماذا bir sahne anlatmak istiyorum اگه müsaadeniz اجازه olursa. بدین میخوام یه چیزی براتون تعریف کنم. Hastaneye sürekli به طور مداوم در واقع در یک زمان ده‌ها کودک زخمی به بیمارستان منتقل می شدن. bazen sadece bir tane ameliyathane salonu boş oluyordu. گاهی ما فقط یک اتاق عمل خالی داشتیم و چند بچه‌ای که همزمان باید عمل می شدن. Biz de ما هم به پدر مادران می گفتیم که ما فقط یک اتاق عمل خالی داریم و مجبوریم بین این بچه ها یکیشون رو انتخاب کنیم تا اول عمل بشه. beklerken اما گاهی بچه ها در حین انتظار برای عمل شدن ممکنه که در اثر خونریزی شهید بشن و مادرها به هم دیگه به بچه هاشون نگاه میکردن و هیچ کدوم نمیتونستن به زبون بیارن که اول بچه من رو عمل کن. zulmetin غزه اوج ظلم رو در واقع شاهد بوده. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله اکبر. این اعتراض ملائکه داشتم یادم میومد که ملائکه میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فکر میکردم که داشتن این منظورشون این حیوانات اسرائیلی و رژیم صهیونیستی که اینا بلهم ازلن، واقعا اینها رو داشتن میدیدن و میگفتن. اینهایی که خودشون پیروان حضرت موسی گذاشتن اینا پیروان فرعونن. دقیقاً کاری که فرعون میکرد این کاره. اینا اسمشه. ما مشکلمون با رژیم صهیونیستی بر سر دین که نیست. ما مشکلمون با رژیم صهیونیستی بر سر شرف و انسانیت. آخه کجای دنیا شما یه بچه حیوان رو هم کسی همینجوری هدف مستقیم قرار بده، هر آدم با شرفی متعضی میشه، ناراحت میشه. اینا من نمیدونم اینا آخه اون اصلا پیرو دین نیستن. ببینید شما پیرو فرعونن. پروتکل های دانشوران صهیون برای تسخیر جهان توش همین چیزاست. دقیقاً. یعنی اونا جهان رو با همین نگاه. دقیقاً. ببینید فرعون دقیقاً چه میکرد؟ ببینید دقیقاً یذبحون ابناءهم و یستحیون نساء. ببینید اینا دست فرعون از پشت بستن. چیکار میکنه؟ میاد بچه ها رو میکشه، زنها رو زنده نگه می‌داره، زنم میکشه، بچه هم میکشه، مریضم میکشه، هر چی دیگه به دستش بیاد میکشه. اینا بدتر از فرعونن. این قوم برگزیده‌ای شدن یه موقعی، ولی قوم‌های برگزیده وقتی که فاصله میگیرن از منطق اصلی خودشون، از هر حیوانی حیوانتر میشن. اولئک کل انعام بل هم اضل. از حیوانها بدتر میشن. لذا یکی از کارهایی که فرعونها میکردن دقیقا همین کارو میکردن. یعنی بچه ها رو که نیروهای انقلابی آینده محسوب میخوان بشن، اینها رو میکشتن. حتی حضرت ابراهیم به خاطر همین تو غار به دنیا آمد، چون که میدونستن یه پیغمبری به نام حضرت ابراهیم به عنوان منجی خواهد آمد. در حقیقت پیغمبر، این که پیغمبر محفوظ باقی بمونه، پیغمبر در غار به دنیا آمد، چون که اینا میکشتن. دنبال پیغمبر ما هم بودن یعنی دنبال پیغمبر ما بودن همین یهودیای صهیونیست. دنبال پیغمبر ما بودن، دنبال این که بیان تو مدینه که حکومت رو غصب کنن بودن، دنبال پیغمبر ما بودن برای کشتن پیغمبر. و کلا اینا کارشون اینه. کارشون بابا اینا بچه که سهله. اینا ذیل این آیه یقتلون النبیین به غیر حق که اینا دارد که یه صبح تا ظهر 70 نبی رو کشتن. 70 پیغمبر خدای صبح تا ظهر. اینا کلا منطقشون کشتنه. حالا دیگه براشون هیچ فرقی نمیکنه. این خلاف شرفه، اصلا فارغ از هر دین و مذهب و آیینی. موضوع غزه فراتر از دین حتی یک موضوع کاملا انسانیه. بله. یعنی هر کسی با هر مسلک و مرام و باور و عقیده‌ای در هر کجا به این صحنه که نگاه بکنه، هیچ گوشه‌ای از این صحنه رو تایید نمی‌کنه. یعنی کاملا موضوع فراباوری هم اگر ببینیم انسانیه. آقا رسالت بیشرفتر از اینها کسانی که از اینها حمایت دارن میکنن. ببینید یه موقع یه نفر یه کار زشتی غیر انسانی انجام میده، یه موقع یکی دیگه داره از این حمایت میکنه بابت این کار، یا حتی سکوت میکنه، حمایت هم میکنه. انشالله امام زمان به عنوان ولی دم خواهد آمد و حق اینها رو کف دستشون خواهد گذاشت، گرچه همین رزمندگان انشالله به عنوان بازوی امام زمان این کار رو میکنن. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
خب این کاغذهایی که آقای دکتر آوردن چیه؟ من فقط دیدم که وارد صحنه شدن یه مقداری برگه و کاغذ و اینا دستشون بود. بپرسین ازشون. Burada Gazze'deyken orada اینها بعضی نقاشی‌هایی هستن که وقتی توی غزه بودن بچه‌های غزه‌ای کشیدن. biz oradayken çocukları برای اینکه بچه‌ها از جو و استرس جنگ کمی دور باشن و کمی هم زمانهای خوبی سپری کنن، بهشون گفتیم که برامون نقاشی بکشن و نقاشی‌هاشون رو می‌خوایم ازشون بخریم. How are you doing? Pictures. Yes. Oh, very good. چه قلب قشنگی. Very good. Maşallah. Çocuklar her gün resim çizip ما هر صبح که میخواستیم وارد بیمارستان بشیم، بچه ها صبح ها می اومدن داخل بیمارستان و نقاشی هاشون رو میخواستن به ما بفروشن. satın alıyorduk. Böylece çocuklar biraz savaş و psikolojisi اینطوری بودش که بچه ها کمی از استرس و فضای جنگ دور میشدن و لحظات خوبی رو سپری میکردن. çocuklara bu resimleri çizdirip اینها عکسایی هستن که ما به بچه ها میگفتیم احساس خودتون رو بکشیم و اونها اینها رو که حس میکردن برای ما میکشیدن. Fatıma isimli bir kız çocuğu نقاشی که فاطمه کشیده و به من گفتش که این تصویر رو ببر و توی کشور خودت به همه نشون بده göster. و بگو که ما میخوایم یک روزی توی قدس آزاد، توی مسجد الاقصی که آزاد شده زندگی کنیم، بازی کنیم. Bilmiyorum ki belki نمیدونم hala hayatta این که این بچه زنده است الان یا شهید شده، sözü tutuyorum. ولی فاطمه من سر قولی که بهت داده بودم موندم و عکست رو هر جایی که رفتم نشون دادم. Çocuklar این تصویری هم که میبینید بچه‌هایی هستن که فرشته شدن و دارن میرن. bir resim daha göstermek istiyorum. این عکس رو هم میخوام نشونتون بدم. احتمالاً با دیدن این عکس داستان آشنایی به ذهنتون Gazze'li میرسه. anneler diyor ki diyor مادران غزه اینطور میگن که باشه اگه میخواین ما رو بکشین ولی کاری به بچه‌های ما نداشته باشین. بچه‌های خودشون رو نشون میدن ولی مثل حضرت علی اصغر اونها هم به شهادت میرسن. ben sizlere bunu و من میخوام این عکس رو هم به شما ممنونم. هدیه کنم. متشکرم. ما هر آنچه که از عواید فروش این نقاشی باشه به دست بچه‌های غزه میرسونیم از طریق سازمان اوقاف. 5 میلیون رقم اول، بعد 8 میلیون، یعنی 5 میلیون شما، 8 میلیون شما. بسم الله، چراغ روشن کنین. جمع میشه جمع میشه. آره، مجموعه اوقاف فضایی رو برای وقف برای غزه و جبهه مقاومت ایجاد کرده. آفرین. اینو میرسونیم. آفرین رسالت. بسم الله. چقدر؟ 5 میلیون آقای قاسمی. نفری 5 میلیون. همه نفری 5 میلیون. حضار جانم چقدر؟ 15 میلیون. دم شما گرم. بچه‌ها یه نفر جمع میزنه. الهی زنده باشین. به نام 5 تن 5 میلیون. 20 میلیون قبول باشین. آفرین 20 میلیون. چقدر شد؟ 80 تا. چقدر؟ این آقازاده میگه 1 میلیون. قربونت برم. تشویقش کن. و اونی که گفته 20 میلیون هم تشویقش کنید. اون آقایی هم که گفت 20 میلیون، بله تشویق کنید آقا رو. حاج آقا هم که گفت 5 میلیون تشویقشون کنید. 2 میلیون خانم اون انتها. اینجا رو ببین. تو اسمت چیه؟ چی؟ 3 میلیون. سمین چقدر؟ 2 میلیون. 2 میلیون. سمین 2 میلیون. آفرین. صدا بردار ما آقای خاکبازان 5 میلیون. بچه‌های اتاق فرمان 30 میلیون جمعاً. کلا 111. 2 میلیون خانوم آماده آورده. جانم مادر. به ماشاءالله. نقدی حساب میکنم.
الهی قربونت برم، الهی زنده باش، خدا بهت سلامت. مادر میگه که این 2 میلیون نشده، ولی من انقدر الان دارم تا 2 میلیون پرش میکنم. نقد نقد. مادر بزرگا و مادرها همیشه خود آجیل کیفشون بود، یه دونه پستم اینجاست. الهی زنده باشی. مترجم ما آقای طاهری 2 میلیون. 2 میلیون اسمت چی بود؟ الیسا 2 میلیون. اونایی که طرف من هستن بیشترن ها. آره دیگه شوی خونجان دیگه، همه پولدارا اون طرفن. 1 میلیون. اسمت هم بگو. هوریا. هوریا 1 میلیون. نه قبول باشه دختر. ممنونم، متشکرم. رفقای تصویربردار من آقای حسین حاتمی و برا بچه هاشون 50 میلیون جمع. الان طراح دکور ما آقای میرطالب 50 میلیون تشویقش کنید. زنده باشین انشاءالله. آقا رسالت زنده باشین. مامای حاج خانومو تشویق کنید. رسالت جان اینجا. جانم مادر. الهی زنده باشین. ممنونم، سلامت باشین. حلقه شون آوردن. آفرین. حلقه شون آوردن. جان 1 تومن. اسمت چیه؟ عاشقتم حسین. رسالت جان دنیا ببینه بچه های ما دارن کمک میکنن. آره. بچه ها دارن کمک میکنن. به افتخار بچه های واصفای ما. عزیزان من در مجموعه سازمان اوقاف یه طرحی دارن، طرح وقف برای محور مقاومت که مجموع این هزینه هایی که اینجا داره جمع میشه و این هدایایی که عزیزانمون اینجا تقدیم کردن تقدیم سازمان اوقاف میشه برای غزه و محور مقاومت. جانم آقا. خیلی خوبه، دمت گرم. صفات و عشقه. جانم 1 میلیون. اسمت چیه؟ فاطمه 1 میلیون. خوشتی؟ اسمت امیر حسن 1 میلیون. امیر حسن مردی. جانم آجا. الهی قربونت برم مادر. سلام مادر. دورت بگردم. چقدر مادر؟ 2 میلیون مادر تقدیم کردم. زنده باشی. یه چیزی بگم جون. هر جا که قضیه جهاد آمد والذین یجاهدون باموالهم و انفسهم جاهدوا باموالکم و انفسکم. ایرانی های عزیز دلم این رو گوش کنید، قدر خودتون را بدونید. جاهدوا باموالهم و انفسهم یجاهدون باموالهم و انفسهم جاهدوا باموالکم و انفسکم. اینها دارن با مال خودشون جهاد میکنن. جهاد المال مقدم علی جهاد النفس. احسن. همینطور که با نفس هم. اونم 300 میلیون بدون طلاها ما اینجا جمع کردیم. همین الان شماره هایی که حک خواهد شد و خواهید دید طرح وقف سازمان اوقاف برای محور مقاومت و غزه رو به شما نشون میده و این شروع ماجرا. 300 میلیونی که اینجا در استدیوی محفل جمع شد تا انشالله مردم کمک کنن و این نقاشی به یک رقم خیلی، من مطمئنم به رقم بسیار بالایی خواهد رسید
و به دست بچه‌های غزه انشالله آیدیش خواهد ممنون از شما. آقای دکتر تانر، من این نکته جان من هرچی این صحبت‌ها رو بیشتر شنیدم، اتفاقاتی که ایشون تعریف کردن و این عکس‌ها رو دیدم، جا داره که آفرین بگم به عوامل محفل برای انتخاب این دکور که نماد بیت المقدسه و اینجا صحنی است که ما قرآن خواهیم خواند در بیت المقدس. انشالله خواهیم انشالله انشالله عظمت این دکور رو با قدس به شما امسال نشون دادیم و با بیت المقدس. از آقای دکتر تانر که بانی این ماجرا بودن دیگه. این گلریزون و این اتفاق شروعش و علتش آقای دکتر تانر و حضورش در غزه بود. آقای دکتر تانر رو شایسته بایسته درجه 1 تشریف داد.